تبدیل سقف سانروف شیشه‌ای به سقف فابریک. اینو داریم باز میکنیم که به صورت فابریکی بدون قیچی شدن ستونا سقف به حالت اولیه‌اش برگرده. دوستان، سقف شیشه‌ای رو در آوردیم. این سقف قبلا سقف فابریک بود و خودشون دستی برش کردن و سقف شیشه‌ای انداختن. این دوبلش هم دوبل فابریک هست. حالا ما باید اینا رو در بیاریم، به صورت حرفه‌ای سانروفش کنیم که چیزی دست نخوره و مشابه کارخونه بشه. این قسمت ها جا داره، خط کشی شده. این قسمت جا داره، یه مشکلی که برخوردیم این قسمت ورق کم داره. حالا اینو من فکرش رو کردم که چیکار بکنم که به صورت فابریکی لعبش هم قشنگ در بیاد. توی فیلم بعدی حتما مشخص میکنم که داستان چی شد. خواستم در جریان باشید که یه وقتی بخواید ماشین رو سانروف کنید بدون اینکه ستونا دست بخوره این کار شدنی هست. حالا خود فیلم سانروف هم میذارم براتون که ببینید از چی میخوام باز کنم. خب اینم سقف سانروفی هست که توی فیلم نشون دادم بهتون. خب اینم از نقشه برشمون. نقشه خم و برش کاملا استاندارد در اومده. این لعبه گفتم کوتاه داره. حالا من یه فکری به آرش کردم که دستش نزنم. حقیقتا اگه میخواستم میتونستم 1 سانت کل سانروف رو بکشم جلو، ولی یه ایرادی که پیدا میکرد این دستک سانروف برخورد میکرد به آینه. این یه ایراد بود. دومیش ایرادش این بود که 1 سانت تقریبا چراغ سقف میومد جلوتر. سومی ایرادش اینه که اون میل پارچه سقف هم به مشکل برمیخورد. حالا من بدون اینکه اینا تغییر ایجاد بکنم توش، به خاطر اینجا کسری داره، اینو یه فکر دیگه کردم به حالش که توضیح میدم براتون. دوستان اینجا خم اولیه‌اش رو زدیم که بیاد روی فرم و بقیه صافکاری‌های لبه رو انجام می‌خوایم بدیم. توی فیلم بعدی جا زدن دوبل همراه با صافکاری لبه رو بهتون نشون میدم. خب دوبل اولیه سقف ما جا زدیم چون که 2 تا دوبل پشت هم هست. اولیه جا خورد، لبه‌اش تا شد همونطور که تو تصویر می‌بینید. این کادره تا شده قشنگ و کارش انجام شده. این لعبه سقف هم کسری داشت. ما این فن رو زدیم، کسری ها رو از لعبه سانروف یعنی تیکه فابریکی خودش استفاده کردیم که این کسری ورق جبران بشه. دوستان دوبل سقف هم گذاشته شد. تر و تمیز درجه 1. این قسمت کلا جوشکاری شده بود تا قسمت بالا، یعنی جوش کردیم. این خط فابریک رو گذاشتیم بمونه، از سقف قبلی برداشتیم. و اینکه چون که این سقف لعبه‌اش کوتاه داشت به خاطر اینکه یک سره جوش شد. میبینید تو تصویر که هیچ گونه موجی نداره، بادی هم توش نیفتاده. خیلی با دردسر این کار انجام شده. این قسمت سقف هم میبینید که هیچ بادگیری انجام نشده توش. اینم دوبل سانروف. حالا ادامه کار رو حتما براتون میذارم. ببینید چه قشنگ شده دوبل دومی. فابریک. یادت میاد یه روز برات دوست دارم میخوندم، با شوق رویت تا سقر چشم انتظار میموندم، اما دیگه تموم شد، عمرم به پات حروم شد،
از من نصیحت بشنو ای دل. آروم بگیر تو سینه که زندگی همینه، روز از نو روزی از نو ای دل. خسته شدم از بس که با غریب دیدمت، در راه عشق و عاشقی چه بی وفا دیدمت. دلتنگیات برای من بود، لطفت برای دیگرون، رنج و غمت تو سینه من، خودت سرای